دکتر علی، حقیقتا بحث الاکرام شما مطرح کردین و الاجلال مطرح کردین. ذوالجلال و الاکرام چقدر نام زیباییه. دوست دارم در این باره از شما بشنویم. بازم حمد و ثنا برای پروردگار ذوالجلال و الاکرام. حمد و ستایشش را میکنیم و از او درخواست کمک میکنیم و از او درخواست مغفرت میکنیم و گواهی میدهم که معبود بر حقی وجود ندارد بجز الله و گواهی میدهم که محمد رسول فرستاده اوست صلی الله علیه و سلم. من هم به نوبه خود خدمت شما دوستان عزیز و بزرگوار و همچنین بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی کلمه عرض سلام و ادب دارم. از پروردگار ذوالجلال میخواهم که همه ما را توفیق عمل صالح دهد و ما را در این ماه مبارک رمضان توفیق عمل صالح بیشتر و توفیق توبه عنایت فرماید. آمین. حقیقتا مطلبی که من در مورد کرم، کریم، اکرام بیان شد احساس میکنم با همین مطالبی که الان بیان کردند اساتید بزرگوار همش به هم مرتبط هست. الرحمن، التواب، الرحیم. دوست داشتم یک نکته اضافه کنم به اون مطالبی که استاد شکری فرمودند، مخصوصا در مورد الرحمن بله و الرحیم. یک نکته را من اضافه کنم چون حقیقتا مثل اینکه فرصت زیاد نبود، یعنی هیچ کدوم نمیتونیم اون چیزی که باید بگوییم بیان کنیم. یکی این که رحمان از نظر عربی صیغه فعلان است. فعلان برای مبالغه و کثرت است. یعنی مثلا وقتی کسی که بسیار گرسنه باشد میگوین جوعان، کسی که بسیار تشنه باشد میگن ظمآن، کسی که سیراب باشد میگن ریان، کسی که مثلا سیر باشد میگن شبعان، یعنی دیگه سیر فول. و پروردگارم ما وقتی که میگن رحمان یعنی رحمت فراوانی دارد، خیلی زیاد و فراوان. الله اکبر. نهایت نداره. وسعت رحمتی کل شیء. رحمت پروردگار همه چیز را فرا گرفته، حد و مرز نداره. الله اکبر. پروردگار رسول خدا میفرماید صلی الله علیه و سلم پروردگار 100 درجه رحمت دارد، 99 تایش برای اهل ایمان گذاشته در آخرت، یکیش برای دنیا گذاشته، یکی فقط از 1 درجه. میگه به وسیله اون 1 درجه تمام این هستی از رحمت پروردگار بهره مندن. حتی شتری که پایش را بلند میکند مبادا بر روی بچهش بیفتد، میگه از اون 1 درجه رحمت پروردگار بهره مند است. 1% فقط 1% برای تمام دنیا. تمام اون چی در شیر میبینید، من دیدم در خیلی فیلم ها هستند که مثلا یک بچه مثلا گاوی، بچه اون گاوهای وحشی، البته همون چیزش، یه بچه کوچک مثلا پناه آورده به یک شیر، از شیر دیگری فرار کرده و پناه آورده به یک شیر دیگری، اون شیر پناهش داده و اجازه نداده اون شیر دیگر او را پاره کند. اون رحمت که گذاشته از اون رحمان است. این است که علما میگویند رحمان یعنی عمومیت دارد برای اهل زمین، برای کافر و مسلمان و حیوان و همه چی شمولیت دارد. اما رحیم میگه برای اهل ایمان در دنیا و آخرت. یک نکته دیگر که مطرح است همون که شما هم اشاره فرمودید در مورد بسم الله الرحمن الرحیم. قطعا رحمان معنی دارد، رحیم هم یکی دیگر، یعنی نمیشه دوتایشون یک معنی، هرچند ریشهشون یکیست، رحمت. هر دو رحمت است. اما رحمان دلیل بر، همچنان که امام ابن قیم میفرماید در مدارج السالکین، میگه الرحمن دلیل بر داشتن رحمت است، یعنی دارای رحمت فراوان است. صفت ذاتیه. صفتی است یعنی دارا بودن. پس در نتیجه تفسیری که مثلا میگوین به نام خداوند بخشنده مهربان، نه، در الرحمن بخشندگی
در اینجا هنگامی که کنار رحیم باشد نمیرساند، بلکه دارا بودن رحمت یعنی پروردگار دارای رحمت فراوانی است. خیلی خوب، حالا میخوایم از این رحمت دیگران بهره مند شوند، پس رحیم هست، از اون رحمت میدهد به مرحومین. یعنی چی؟ یعنی به نام الله که بسیار مهربان است و بسیار با رحم است و رحیم است، بسیار مهرورز است، یعنی مهرش به دیگران میرسد. یعنی رحیم به معنای راحم است، صیغه مبالغه راحم یعنی رحم کننده. بله دوستان، چون وقتمون تموم شده.